روزتون رو بخیر میگیم شنوندگان عزیز. نشر آخرین تحولات تاجیکستان و جهان رو مستقیما روی موج رادیوی موجر میشنوید. تا به حالت امروز 4 می سال 2020 در تاجیکستان شماره عمومی گرفتاران ویروس کرونا به 230 نفر رسیده. در یک شبانه روز 102 نفر با نشانه‌های احتمالی این ویروس بستری بیمارخانه‌ها گردیدند. در این خصوص دفتر مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. همچنین در خبر گفته می شود که از روزهای اول سر زدن این اپیدمی در تاجیکستان 3 نفر با نشانه‌های ویروس کووید 19 فوتیدند. تا ساعت 16:03 4 می در مملکت 230 حالت سیرویابی شهروندان با کرونا ویروس نوع کووید 19 از جمله 110 حالت در شهر دوشنبه، 22 حالت در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری، 7 حالت در ولایت مختار کوهستان بدخشان، 21 حالت در ولایت ختلان و 70 حالت در ولایت سوخت آشکار گردید. همزمان تا امروز 3 حالت فوت شهروندان از سرایت کرونا ویروس نوع کووید 19 در مملکت به قید گرفته شده است. آمده است در اطلاعیه مرکز مطبوعات وزارت تندرستی. همچنین با استناد به دفتر مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان در خبر اعلام گردیده است که تا به حالت امروز 4 می سال 2020 در مؤسسه‌های طبی کشور 3208 نفر شهروندان زیر نظر طبیبان قرار دارند که در یک شبانه روز اخیر با بگردیدن وضع صحتی 246 نفر آنها با خلاصه طبیبان از بیمارخانه‌ها مرخص گردیدند. همچنین گفته می شود که حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان این زمان جهت پیشگیری و تبابت کرونا ویروس نوع کووید 19 تمام تدبیر و چاره‌های ضروری را عملی نموده ایستاده‌اند. خبرهای روز را مستقیما ادامه می‌دهیم. امروز رئیس شهر دوشنبه رستم موملی در پایتخت با جریان آماده‌کنی مؤسسه‌های علاوگی طبی جهت بستری بیماران مبتلای کووید 19 آشنا شده است. طبری از ریاست اطلاعات و رابطه‌های خارجی دستگاه رئیس شهر دوشنبه خبر دادند. در آغاز رستم موملی با رفت ساختمان در کارهای تیاری در بنای بسیار آشیانه که همچون بیمارخانه برای تبابت بیماران سرایت پیش بینی شده است شناخته شده است. باید قید کرد که کارهای ساختمانی در بنای مذکور ماه اپریل سال 2018 آغاز یافته. مساحت عمومی ساختمان 10355 متر مربع را تشکیل می‌دهد. بنا از 8 آشیانه و تخانه عبارت بوده. حجره‌ها برای قبول و تبابت بیماران، اتاق‌های کاری طبیبان، آزمایشگاه‌ها، اتاق‌های مخصوص برای نگهداری داروباری و تجهیزات طبی، 3 لیفت، اتاق‌های تکنیکی، تالار ورزشی و مجلسی موجودند. همچنین در لایحه بیمارخانه، آشخانه معاصر، حمام و دیگر انشاءات ضروری نیز درج گردیده است. این زمان کارهای ساختمانی در بنای مذکور به اتمام رسیده ایستاده است. گفته می شود که رئیس شهر دوشنبه به مقامات دخلدار ساحه سپارش داده است که با نظرداشت حالت جهان معاصر در دوام 1 ماه کارهای ساختمانی، وصل‌کنی، رنگ و بارکنی در انشاءات مذکور به انجام رسانیده شده. بیمارخانه مذکور با همه تجهیزات زمان معاصر به قبول بیماران آماده گردد. همچنین رئیس شهر دوشنبه رستم موملی در رفت شناسایی آماده‌کنی مؤسسه‌های علاوگی طبی از بیمارخانه نوبتی دیگر که از 6 آشیانه عبارت است و در مساحت بیش از 14,000 متر مربع جایگیر است شناس شد. با نظرداشت وضع موجوده، رهبریت حکومت شهر دوشنبه تصمیم گرفتند که برای تبابت بیماران سرایت یافته کرونا ویروس کووید 19 با فراهم آوردن بیمارخانه‌های موقتی برای بیش از 3000 نفر کت‌های علاوگی آماده کنند. طبق آخرین معلومات انتشار کرده سازمان عمومی جهانی تندرستی، در جهان 3,804,000 نفر آدمان به ویروس کووید 19 مبتلا شدند که از این شماره 245,567 نفر بیماران وفات کردند. همچنان در جهان 1,160,110 نفر بیمار سرایت یافته از کرونا ویروس شفا یافته و از 50,020 تن دیگر وهیم ارزیابی می‌گردد. اگر با معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی
به قاره کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل نظر کنیم، وضع از همه مشکل در روسیه به چشم می‌رسد. حالا از روی نشان دهنده ها روسیه در جهان جای هفتم را می‌گیرد. شماره گرفتاران ویروس کرونا در این کشور در یک روز اخیر 10581 نفر افزوده است. از روی آمار عمومی در روسیه 145128 نفر سیرویت یافته از ویروس کووید 19 به قید گرفته شده است که 18055 نفر بیماران شفا یافته، 1356 نفر دیگر فوت کردند. از کشورهای اعضای اتحادیه دولت‌های مستقل در گرفتاری به ویروس کووید 19 بعد از روسیه، بلاروسیه و اوکراین قرار دارد. از میان کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل امروز تنها در ترکمنستان از روی معلومات رسمی کرونا ویروس وجود ندارد. امور گرفتاری کرونا ویروس در افغانستان، همسایه کشور تاجیکستان نیز ساعت به ساعت تغییر می‌کند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی افغانستان رسما اظهار می‌دارد که در این کشور 2704 حالت گرفتاری به ویروس کووید 19 به قید گرفته شده است که 345 نفر بیماران شفا یافته، 85 تن دیگر وفات کردند. مورد به یادآوری است که سنه 11 مارس سال جاری سازمان عمومی جهانی تندرستی خروج کرونا ویروس نوع کووید 19 را پاندمی اعلام کرده. تا به امروز در بیش از 210 دولت و جزیره کشورهای جهان خروج ویروس کرونا به قید گرفته شده است. خبرهای روز را ادامه میدیم و نظر میکنیم به وضع قزاقستان. رئیس سنات پارلمان قزاقستان مولن اشیمبویف سابق معاون رهبر دستگاه اجرایی پرزیدنت قزاقستان تعیین گردیده است. در این خصوص سخنگوی پرزیدنت قزاقستان بریک کورمانگالی در صفحه فیسبوکی خود خبر داده است. خاطر رسان میکنم که طبق فرمان پرزیدنت قزاقستان 2 می سال جاری دریغه نظربایو رئیس سنات و همزمان دختر کلانی نورسلطان نظربایف از وظیفه سبکدوش گردید. دریغه نظربایو که در گذشته او را جایگزین پدرش می‌دانستند، همگی 1 سال در وظیفه رئیس پالات بالایی پارلمان قزاقستان فعالیت نمود. طبق معیارهای کنستیتوسیونی جمهوری قزاقستان، رئیس سنات پالات بالایی پارلمان در صورت استعفا غیر قابل عمل دانستن و یا مرگ پرزیدنت سروری کشور را تا برگزاری انتخابات نوی پرزیدنتی بر عهده می‌گیرد. مولند اشیمبایف ماه دکمبر سال گذشته به کرسی معاون اول رهبر دستگاه پرزیدنت قزاقستان نشست. از ماه ایول سال گذشته او باعث یاور رئیس جمهور قزاقستان کار کرده است. پیش از این تقریبا 1.5 سال در وظیفه معاون اول رئیس حزب نور اوتان با سروری سابق پرزیدنت نورسلطان نظربایف فعالیت داشتند. مولن اشیمبایف 2 بار وکیل در مجلس نمایندگان پارلمان قزاقستان از حزب نور اوتان انتخاب شده است و تقریبا 6 سال او کمیته اوید به مسائل بین المللی دفاع و امنیتی را در پارلمان سروری کرده است. بانک ملی تاجیکستان نقشه عمل را برای پیشگیری تاثیر احتمالی پاندمی کووید 19 بر اقتصادات ملی، بانکداری و سیستم های سئورته تهیه کرده است. خبر می‌دهد دفتر مطبوعاتی بانک ملی جمهوری تاجیکستان. با مقصد حمایت حقوق استعمال کنندگان خدمات رسانه مالیوی، پیشگیری افزایش قرض‌های غیرفعال و قابلیت پرداخت پذیری، بانک ملی جمهوری تاجیکستان تشکیلات قرضی را وظیفه‌دار کرده است که نقشه داخلدار عملیات ترتیب دهنده آورده شده است. در خبر دفتر مطبوعات بانک ملی تاجیکستان قید کرده می شود که تشکیلات قرضی در دایره نقشه های عملی خود و با نظر داشت وضع مالیوی مشتریان، تجدید قرض را به بعضی قرضدارانی که در حالت وزنین مالیوی قرار دارند برای آنها امکان دادن تأخیرهای امتیازناک را بررسی می نمایند. بانک ملی تاجیکستان معتقد است که با جاری شدن چاره‌های کرانتینی در کشورهای شریک، پوشیدن سرحدها، تهدیدها به بخش‌های مختلف اقتصادیات از جمله سیستم اقتصادی جمهوری می توانند به فعالیت مؤثر بخش بانکی کشور خلل وارد سازند. همچنین قید می‌گردد که بانک‌های کشور حجم قرضدهی را به کارخانه‌های استحصالی از جمله استحصال کنندگان محصولات عوض کننده وارداتی زیاد نمایند.
шунавандагони азиз, охирин таҳвилоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои Моҷир шунидед. Саломат бошед.